سلام به همه برادرها پادپیسچیکای کانال. خوش آمدید به کانال ما. پیش از ویدیو را سر کردن حتما به کانال پادپیساتی کنید. در این روز ویدیو من به شما چطور رجیستراسی کردن چیگاپ یعنی کشودن را نشان میدهم. تا آخر ویدیو تماشا کنید و پررگی میفهمونیم. در اینجا وقتی که چیگاپ را استناکه کردید در اینجا اد کنید. و در اینجا پخش میکنید. و در اینجا زبان رو انتخاب کنیم، یعنی انگلیسی، روسی، تاجیکی است. ما تاجیکی را انتخاب میکنیم. و در اینجا بسیاری ها رمز چیگاپشان را نمیدانند، برای همین از نو رجیستراسی کردن را نشان میدهم. در پایان رمز را فراموش کردید در بالا همین پخش میکنید. و در اینجا در بالای SMS پخش میکنید. و در اینجا رقم تلفنتان را می نویسید با کد. و در اینجا در بالای SMS پخش میکنید. و در اینجا کمی انتظار میشویم تا اینکه کد با ما دادنش در کار. و برادرها به ما کد آمد. در اینجا کد را وارد میکنید. هشتاد و هشت 33 91. و در اینجا تصدیق پخش میکنید. و برادرها رمز عوض کرده شد. کمی انتظار میشویم. و در اینجا انمی استرایل را پخش میکنید. و چطوری که دیدید چیگاپ شده شد. در اینجا میتوانید با دلخواه رقم ها تلفن کنید. و در اینجا روی خطی زنگ ها ما به هیچ کس تلفن نکرده ایم حالا. و در اینجا پروفیل شما است دوستان. در اینجا پارامتر ها، در اینجا میتوانید سیم کارت ها را در وقت عوض کردن 3G یا 4G را عوض کنید. و در پایان روانه زنگ. در اینجا همه گونه زنگ ها با چیگاپ است. و در اینجا میتوانید زبان را عوض کنید. و در اینجا سنجش توازن در بالایش پخش کنید و به شما بعد یک چند سکوند توازن ثبت می آید. و در اینجا در پایان عوض کردن رمز هست. در اینجا میتوانید رمزی چیگاپ خود را عوض کنید. خیلی برادرها وقتی که رجیستراسی کرد دوامش را خودتان میفهمید. با همین ویدیو با آخر میرسد. ویدیو به شما معقول شده باشد لایک کنید، در کانال پادپیساتی کرده و ابونه شوید.